چی میکنید؟ چی گفتید؟ مرسی فقط یک التماس به مسخره و پیشخند زنید. ما آدمانی با فرهنگی باید همدیگر رو احترام کنیم. باز گفتید محبت با همدیگر گوی خوشمعامله باشید. آخر رفتاری بی‌ادب نکنید. سخنرانی فحشی بازی ها عصبی کس رو خراب میکنند. Ой, приветик! Мало кайчан шуданду. Мани бечора опоздала. А ничего, Ильхо, иногда майны шумора, оки харобка. Посердце кудас жалоба карны истодет. رفتاری انه همین خیلی شما برید جوانهای حاضره چی خیلی که میگویم новая молодежь. Ой, Ильхо, обас بدنیز گل گمراه بودم. یک به اطراف نظر اندازه. حالا عصر 21 عصر اینوواسیون. İlham Can, doğru. Oxir ma hamma hamsin. Durust هستید. İlham Can, خرچی. گروهی ما همین خیلی زیباست. در همین خمودی خیلی توان شده است. بینه نامش هم با خودش میزیبد. بابتینش هم مثل صورتش خیلی زیباست. اولی جناب محبت خیلی آدم شناسه احتیاط شوید از پس این هنرتان باز فریب نخورید. İlham Can, من مثل شما دوست و مثل گلور جاندگانه جانی داشته باشم هیچگاه فریب نمیخورم. جاندگانه جان بله منیر خانی نازنین اول خدا کتان سلمی مرحمت من که دوست داری کتابم میخواهم درباره کتاب شعر قرائت کنم. مرحمت او مرحمت فیلولوژی مرحبا صحنه از آنی شما انیسی کنج تنهایی کتاب است. فراغی صبح دامایی کتاب است. خوشتر از کتاب در جهان یاری نیست. در غمکده زمانه غمخواری نیست. از کردم منیر خان زیشترتر نیست در روی جهان زان که گم کرده زبانی مادری حرف گوید با تو با چندین زبان زهر بادا شیری مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. تو کار خودت رو دار. به هر نام نبکن. به هر باش پشه نشم. تاجنی شاعر. از زبان کتاب کردم محبت خور من همین قدر دستان داشتم و خودم میخبر دیدم دیدم سکندو دل بکن دل را از دل به دل نواز دل مکن
بسیار خوب میشد. یک آزمونی هنرمندانی صحنه خانه اکتوران را نیز تشکیل میکردند. این خیلی خوب میشد معلم جان. بشد معلم جان. آخر مردمی تاجر از قدیم ملایام، مردمانی شیخ طبیعت و حاضر جواب بودند. آن وقت من بی محبت صاحبی صاحبی چی؟ صاحبی شاه جایزه میشدم. من باوری دارم که تو مثل استادان عطا محمد جان، هاشم گداєв، محبوب جان واحد هنرمندی به همتا شده و خلق و وطن خدمت میکنی. تشکر معلم جان. تشکر معلم جان. مرحمت. ای جاشینت شاگردانم. آفرین. تنها هر دوی تو بهای درست خانه شاگردانم. دوستم بی تمیز بی عقل ها خانه این آمزه زیرا دانشمندان دلچراغی روشن است و همه بر تنی تو جمشن است. آفرین جان. واقعی میگم که بنده خوشنمای شب همراهی محبت باید دست گل برویم. تشکر. دوگانه جان، من فکر الهام را جانبداری میکنم چون که از همه تحفه بهترین برای هنرمند این دست گل میباشد. محمد خان برای بعضی ها دست گلو، برای بعضی ها دست پول دیگه. بچه اینقدر با کنایه کم نزن، تو از من چی میخواهی؟ هیچ چیز دوستم. فقط میخواستم که شما هم مثل دیگر دختران عادی و صمیمی باشید. ای برادر من و تو هموطنیم، بلبلی شاخ گلی یک چمنیم، زاده چشمه یک دامنی که رودی جاری سوی دشت و دمنی. پس بیا بحری هم از کین و حسد، دامی بهتان و خصومت نکنیم. آفرین دخترکا. منیر خواب، من اطمینان دارم که تو در آزمون جای اول نشدی. آخر تو کتاب خودی بهترین مکتب. محبت خواب، من خیلی شدم که تو با ما هستی. طول این 2 ماهی که در اینجا تحصیل دارید، الکای لایق تحصیل آفرین استادانو مشفق و غمخوری هم سبق آمد کردن. آفرین قایماقچه منیر خانی قندرچه. رحمت دوستانی جوانی دوران استقبال، امروز شما خیلی خوشبختید. ببینید زیرا امکانیت های بی‌نهایت زیاد برای شما فراهم آورده شده است.
Mani bacım şu şura. بچه‌های عزیز، شما در حقیقت هم نورسان و جوانانی خوشبختید. بنابراین برای اینقدر غمخواری، اینقدر شرایط‌های خوب زمانوی، برای اینقدر حیات آسایش‌تر شکرگزار باشید و خوب خوانده صاحب کسب نقد شوید. و در آینده نامبرداری این ملتی خود شوید. و با هم دیگر باز هم صمیمانه و مهربانانه رفتار کنیم. این خصلت خوبی تاجیکان است. جانی که تا گفتید مانده ده ای کاش بعضی ها و من این سخن ها چکرتر صرفا میرفتم. گروه جان، من همین روز درباره دوستی همدیگر فهمی، صداقت، شکرگزاری و وطن با شما صحبت کنم. لیکن خوشبختانه محبت این موضوع را باشید آغاز بخشید. ای برادر، من و تو هموطنیم، بلبلی شاخی گلی یک چمنیم. در حقیقت ما و شما هموطنیم و تنها با مهر و محبت و صداقت میتوانیم دیار خود را باز هم آباد و زیبا بچه ها، من از شما امید خیلی کلان دارم. خیر تا لحظه آینده. من شما را با همین ماسیکم بوده میمونم.
barbi, dili beki ندارد. محبا و دیگر کارم نیست که از گپی هم الله خفه شوم اما من خیلی خرسندم. خوشبختم که تو برای بگونه دارم. رفتیم بگونه جانم. چی شد؟ محبا آخری بود که فراموش چرا؟ کنم امروز در مرکز جوانان کنسرت میشود نمیدونم. درسم بسیار باز کار خانه. پدرم هم از کار دیر میآیند. اوف محبا این قدر بهانه نیو یک مرتبه همراهی من روی آسمان آمده به زمین نمیچسبد دوگونه جان هر روز همراهت با مکتب میروم. مایش خانه رفته با پدرم زنگ کنم. اگر اجازه دهند البته میروم. تلفن در کار باشد والا مادمازل نه دوگونه جان اگر از تلفن خانم زنگ نزنم پدرم خواطر میشه. وای محبا اینقدر پدر آدم قدیم و به تو هم یک تلفن خریده دهن نمیشود یا اینکه پول ندارم نه دوگونه جان گپ در سر پول نیست. آخر هر روز از آینه نیلگون از روزنامه مجله ها از معلمان میخوانیم میبینیم میشنویم که تلفن موبیلی به انسان ضرر دارد خصوصا به بچه ها و نورسان. انا برای همین دوگونه جان خودم خودش گفتن ندارم. محبا ساعت یک رونده خیر دوگانه جانی گپ گیرو برو آدابی من همراهی من میروی یا نه اگر پدرم اجازه دهند البته میروم. من به تو خبرش رو میرسونم. من انتظار میکنم من خبرش اگر نباید من کاشکی گودرو جان بر وقتت می اومد. اومدی؟ ها اومدم گرسنه ماندگیستی. سحری سواسیمه. اجازه بگیر من گرسنه خودم گرسنگی مونده خیلی دخترم درم عصبی نشم. خودتان اون دیه حلقم خوب شد. وای کمتر جغزم حلقت خوب نمیشم و من وقت ندارم و در سیگاره که دیر کرده ندارم و دلم زدن نمیخوام این مایمونه آخه چیکار کنم؟ خداوند من روح تاج کرد. وای
شود. گلرو جان هم Basta
گدایم. من مادر ندارم. شبها مادرم را خواب ببینم و تا سحر گریه میکنم. میدانم که مادرم از آن دنیا دیگر بر نمیگردم. اما من با یاد آن کس زندگی میکنم. من که مادر خود را ندیدم، سیمای آن کس را از همه مادران میجویم. لیکن تو ناشکری، دیگر وارد دوگانه بودن نمیخورم. دوگانه نشوی نشا. اسمان آمده به زمین نمیچسبن کن. دخشم. دوگانه. حالا جان تو راه میشود که به محلک وجود آمده. 2 ماه باز ما هم دوگانه ایم. اما این صاحب باری هم از بیماری شما و من چیزی نگو. در برعکس لاف میزد که آیله ما آیله زمانوی گفتم. من اکنون با گفته های همسی فامیل همسر فهم میروم. چی؟ الهام جانی بیزاری همسایه بودن جانی من رو تانه کرد دخترم. نه خواهر جان، الهام بچه بد نه. پای هم تو با آدم شناسیتان قایی با خبر شوید، باز فریب نخورید. اما من فریب چی؟ من میخوام سرودت رو گوش کنم. آوازی خوب داشته ای؟ امان جان این پولهایتان را گیرید و خودتان لازم میشود.
به من تو لازم نیست. تو گفته بودی که مادرت بیمار برای دارو میخری. پس این پولها به تو لازم. من مادر ندارم. مادر نداره؟ اون کس گذشتن؟ بله گذشتم. واسه امید و آرزو. مادر جان من باشم بیمار، لیکن همیشه میگویند که دنیا به امید است، به قدر همه چیز در وقتش رسیدن در پا. امید و آرزو؟ امر جان شما چی شد؟ شما بیمار؟ بیاید شما به خونه‌تان، من از فرزندانتان بودم آمد. خونه؟ فرزند؟ منی شرمنده آوارگر با آنها چی لازم؟ اینطور نگوید امر جان، معلمان میگویند که والدین چگونه یکی نباشند آنها بزرگند. کودک در این زمانه شخصی بی پول به کسی در کار نیست. حتی فرزندان پدر و مادرشان را از خانهشان پیش میکنند. امر جان شما بیمار، بیایید شما را به خونه‌تان برم. بیایید امر جان. کدوم خانه؟ منی بدبخت خانه خود را با همین دستانم ویران کردم. بعد به روسیه رفتم. از آنجا دیپورتاژ شدم برای آنکه میزده و محبسیم. بعد به خانه آمدم، لیکن خانه هست و صاحبش نیست. میدونی چرا؟ نه. چون که قرضدارانم آمده زن و فرزندم را از خانه راندم. انا دیدی من در زندگی چقدر قهرمانی شدم. من اونها را یافتم؟ من حتی آنها را نگفتم. آنها به کیم کجای کشتن رفتن؟ چرا آنها را نگفته؟ احتمال آنها شما چی برو؟ انتظار میگویم. آخر من خودم زندگی و روزی آنها رو سیاه کردم. میفهمی؟ من شرمنده. را تو چی را میفهمی؟ را از بکورم شد. امر جان به شما چی شد؟ خیزید امر جان خیزید. یاری دیهن یاری. امر جان خیزید یاری دیهن یاری. امر جان من نازوی دختر را جمع میزنم.
صحت بود؟ تنزله دامه جان رحمت دادر جان داروهای فرمودهتان با من خیلی فایده کرد امروز همراه عزیز جان بسیار رفت گشتم رحمت دادر جان از ما نگردد از خدا گردد دادر رحمت آقا جان من از شما می ندارم از آن روزی محبت و همه شما و طرف انتقاد خیلی خوشحال است دختر جانی من فرصت باشد من هم خوشبختم آقا جان من به شما یک خبر خوش آوردم خوش درباره عزیز جان و رئیس شهر مراجعت کرده بودم امروز مرا دعوت کرده گفتم که در شهر ما با قرار و دستگیری سرور دولت مکتبی طلبگان بالا را تأسیس دادند در آنجا بچه ها هم دانش می‌آموزند و هم هنر خود را سرگرم می‌کنند. الهو برکه اومد اگر راضی باشید آنها به عزیز جان را خط می‌دادند. چی؟ عزیز جان؟ او دادر جانی من؟ بله محمد رفته این خبر رو به عزیز جانم بگه عزیز جان عزیز جان روخت خدایا نمیدونم از خودسانده چی گویم اکنون باوری دارم که عزیز جانی من هم با آرزویش میرسد میدونم که سرور دولتمون یتیم پرور و کودکان رو پرستاری میکنن الهو برکه اومد رحمت دادر جان رحمت برای خبری خوش بله. رحمت آینده این نسل نورسی ما خیلی خوب است. آقا جان باید بابا شد. خودی عزیز جان در کجاست؟ در خانه دست داریم من دارم که باشم. برو خرید کنید. مالش بیاید شما شدید حاضر عزیز جان با عزیز جان رستم مکن آمدم بچه‌ها وعلیکم السلام عزیز جان. او تو این روز به عیادت آشنا نرفتی بود؟ خوب کردی بچه. خوب کردی. آشنایت را امروز از بیمارخانه جواب دادم. بله صحت ولی تو رو بسیاری نخواستم. تو رو اگر راضی باشی اون کس رو دعوت کنم. اون کس رو دیدم می‌دونستم رو لیکن سوغت رو نمی‌دونستم. از من پرسیدم گفتم که تو همسایه من بسیار التماس کردم رد کردن توانستم. رحمت دوستم امر جان بیایید خوش آمده بیایید اینجا بذارید امر جان اینجا شدید امر جان بیایید شدید امر جان ایوان آموز پایان شب سیاه سفید است. آقا جان در حقیقت خداوند امروز خوشبختی را به خاندان شما ارزانی داده است. با شرافتی پای قدمی محبت وقت به خاندان ما برگشت. محبت در حقیقت به پای قدم است. محبت محبت
اونو فهمیدم اسرار گل را گلی پرمهر و سرشار از محبت دعای زندگی در آن نهفتن اساس این حیات بود است صداقت